قبلا هم بهتون گفته بودم که طولانی ترین کلمه تو انگلیسی supercalifragilisticexpialidocious نیست. Pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis هست. دنیای زبان انگلیسی پر از شگفتیه. در واقع این بلندترین کلمه زبان انگلیسی نیست، بلکه فقط توسط برخی از دیکشنری ها به عنوان بلندترین کلمه زبان انگلیسی شناخته میشه. آخر ویدیو بلندترین رو نشونتون میدم. مثلا آکسفورد دیکشنری میگه سودو هایپوپاراتایرویدیسم بلندترین کلمه زبان انگلیسیه، یا ممکنه یه عده بگن سوپرکالیفرژیلیستیکاکسپیالادوشس بلندترینه، یا ممکنه بعضیا فلوکسینوسین هیلیپلیفیکیشن رو که یک نان تکنیکال ورد به عنوان بلندترین کلمه زبان انگلیسی بشناسنش، که هیچ کدوم از اینا نیست. در واقع بلندترین کلمه زبان انگلیسی متشکل از 189819 تا حرفه که اسم یک پروتئینه. بریم ببینیمش.